من یه قطره قهوه. ما امروز میخوایم بریم تو بدن خوشگل شما ببینیم چه خبره. اول از همه به دهن میرسیم. اونجا یکی از دوستامو میبینم که همیشه همون حرف تکراری رو میزنه. تو هیچ وقت عوض نمیشی، هنوزم تلخ و سیاهی بیشور، ولی خب همزمان خیلی هم هات و جذابی عزیزم. خب همکنون میریم تو کارش. بعدش هم یکم روی دندونا گرافیتی میزنم تا بدونن من اونجا بودم. از اون سفیدی کسل کننده و براقشون خوشم نمیاد. حالا دارم میرم پایین تو دستگاه گوارش. یواشه که میپرم تو خون و میپرم بالا تا برسم به سر، جایی که آدنوزین داره سعی میکنه مغزم با موسیقی کلاسیک و قصه های 1001 شب بخوابونه. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. وای خدایا چه فاجعه‌ای. هی آدنوزین بدو خواهر، فسفات ها تو میتوکندری با هم دیگه دعواشون شده. بدو بجو. دارم میایم. آها این همیشه جواب میده. ای مغز اینجا رو داشته باش. خب بعدش زنگ میزنم به رفقام. آدرنالین و دوپامین که بندر رو صفر میبندیم چون قرار حسابی بهتره کنی. قهوه میخوری حالا، قهوه خوشمزه‌ای، قهوه میخوری حالا. این قهوه کجا رفت؟ اون همیشه پارتی رو شروع میکنه بعدش غیب میشه. خب یعنی ما وقت زیادی نداریم. خداحافظ. قبل از رفتنم حتما باید روی مسانه بالا و پایین بپرم. این یارو قهوه کم کم داره اعصابمو خورد میکنه، مثل حساب بانکی کارمندا هی پر میشم خالی میشم. سرانجام زمان من به پایان رسید. هر آمدنی را رفتنی است عزیزان. من میرم ولی روحم اینجا میمونه. یه کاده کوچولو هم تو روده بزرگ گذاشتم. وای مغز، همین الان به دستشویی نیاز داریم. هشدار قهوه‌ای داریم، خیلی اضطراریه. تکرار میکنم، هشدار قهوه‌ای اضطراری. مغز کجایی؟ آهای مغز، قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. اون خوابش برده، اون چیزی که نباید شد. با ملافه های تمیزتون خداحافظی کنید. قهوه رو اگه